салом дӯстони гиромӣ, имрӯз тасмим гирифтем забони англисиро аз тариқи эфир гӯем, ки оғоз намоем. Яъне як эфир кунем ва айни ҳол забони англисӣ барои касоне ки нав мехоҳанд ёд гиранд, яъне навомӯз ҳастанд, навёдгир ҳастанд, ё чӣ хеле ки ба забони русӣ мегӯянд начинаёшӣ. Хуб, дар эфири гузашта як эфири санҷишӣ карда будем, аммо вай аз телефон буд. Айни замон аз компютер мехоҳем эфири навро аз куҷо ёбем? Хуб, пайдо шуд. хуб, салом, дастархони зебо, хушомадед ба аввалин эфири омӯзишии мо, ки тасмим гирифтем дар эфирҳо, яъне ҳам эфир бошаду ҳам агар касоне бошанд ки забони англисиро намедонанд ва мехоҳанд аз сифр шурӯъ кунанд, марҳамат метавонанд дар инҷо пурсанд ё нависанд. Хуб, дар инҷо ман чӣ хел комментарии шуморо бинам. ба фикрам комментарии шуморо дар инҷа дида наметавонам. хуб, ягон кас агар ягон маълумот дошта боша нависа дар инҷо. Яъне айни ҳол мо камераи берунии телефонро равшан кардем, аммо комментарии шуморо ман дар компютер мебинам, лекин мехоҳам дар компютер китобро кушоям, яъне ба ин шакл, ва навиштаҷоти шуморо дар телефон бинам. Ягон кас маълумот дошта бошад нависад, хеле хушҳол мешем. Айни замон пайдо накарда истодам, ки комментарии шуморо чӣ хел мебинем. ҳамин бошад. фаҳмо. дар инҷо як комментария баромад дар телефон. аллакай навишта шудааст. Салом ба ҳама. дастархони зебо, салом дода истодааст. Яъне салом мегӯем бори дигар. хушомадед ба эфири мо. хуб, дӯстони гиромӣ, шояд дар эфири мо одам кам биёяд, ба хотире ки на он қадар обуначӣ ёки подписчик дорем. ба ҳамин хотир яъне ҳам эфир ҳисоб мекунем, ҳам дарс ҳисоб мекунем инро. ва
خونده رفتن میگیریم. کسانی که نو آموز هستند میتوانند سوال کنند. یکون کلمه رو نفهمند میتوانند سوال کنند. خیلی که در کانال هم این ویدیو درس ها هست. دسترخوان زیبا آواز هست. آواز یعنی آواز هست و گرامر تایم یعنی خوب نمایان است این کتاب. یعنی خوانده می شود این رو. اگر نشود کامera رو باز پیشتر بریم یا که یگان مصلحت های دیگه یا توصیه های دیگه میدادن خوشحال میشدیم. اگر خوب باشد آواز باشد و این حرفا نمایان باشد پس دوام دهیم. و اگر نگوید که نه آواز است و نه ویدیو خاموش کنیم افیر را. یگان نفر اگر باشه یگان اشاره کند که آواز هست، کتاب نمایان هست، اکران کامپیوتر نمایان هست. شاید شما نایستیست باشینه که من نبینم. خوب. سلام سلام خوش آمدین. ولوگ سوپر ماما. خواهر عزیز آواز هست، یعنی آواز باشد یک خبر میکردین. آواز هست و این کتاب رو دیدستین یا که ندیدستین. اگر کامera دورتر باشد پیشتر مونیم. ها هست آواز. سلامت باشین. تشکر زیاد که آمدین. خب این افیری ها رو در اول گفتیم کسانی که نو پیوست شدن، یعنی هم افیر است هم میتوانند دوستان با هم صحبت کنند در این افیر و هم گویم که برای نو آموزان افیر تشکیل کرده ایم. یعنی میتوانند بپرسند یا از اول کتاب دوام میدیم شرح دادن رو. یگان جای نفهمی باشد میتوانند پرسند. یعنی تقریبا یک درسی آنلاینی گویم هم خطا نمیکنیم. یک درسی آنلاینی شود. اما شما میتوانید با هم صحبت کردن گیرید. یعنی مثل دیگر افیرها میتوانید با هم صحبت کنید و این افیر رفتن میگیرد و میتوانید یگان سوال ها باشد پیشنهاد کنید یا یگان جایی رو که ما خطا میخونیم یا خطا ترجمه میکنیم میتوانید ما رو اصلاح کنید. خب چیزی که در درس های پیشینه گفتم دیم، یعنی این کتاب نامش نیو گرامر تایم است. خوش آمدین دسترخوان زیبا. بار دیگر سیم لایک از من ولوگ سوپر ماما. تشکر زیاد. چه حال دارید همه کسا دسترخوان زیبا؟ همه کسا انشالله که خوب هستیم. تشکر که آمدین. خب نیو گرامر تایم یعنی نیو جدید می شود، نو می شود. نو چیزی نو. گرامر همون گراماتیکا رو میگویند. گراماتیکا یا دستور زبان، صرف و نحو یا قاعده های زبان. البته ترجمه تاجیکیش مثلا گرامر دستور زبان میگویند و قاعده های زبان میگویند. اما طبق معمول یعنی در همه کشورهای پس شوروی
تقریبا گراماتیکا ترجمه شده است. گرامر یعنی گراماتیکا ترجمه شده است. تایم وقت می شود، زمان می شود. نیو گرامر تایم یعنی وقتی جدیدی دستور زبان، وقتی نوی قاعده های زبان. و این کتاب از 5 مجلد عبارت است، از 5 جلد. یعنی عین حال این جلد یکم است. و این کتاب درباره گراماتیک است. گراماتیک دستور زبان، قاعده های زبان. قسمی یکمش. در این کتاب یا طبق عادت فهرست می نویسند در کتاب ها. فهرست contents، محتوا یا فهرست، یعنی آنچه که در این کتاب جایگیر شده است. مثلا the alphabet و numbers. تشکر زیاد دسترخوان زیبا. بله، همین فکر در سر آمد، گفتیم به همین شکل یک افیر کنیم تا که شاید بعضی ها استفاده کنن یا که بعضی ها از همین چیز آموزن. خب the alphabet یعنی الف با می شود ترجمهش، الف با یا به زبان روسی الفابت. numbers شکل جمع است، یعنی رقم ها، عدد ها، شماره ها. number شکل تنها، رقم، شماره. تشکر زیاد اپای شهلا. خیلی مینادارم که در افیر ما اشتراک دارین. اپای شهلا تصمیم گرفتم که همین افیرها رو مثلا به شکل درس یا که برای نویادگیرا کردستیم. یعنی اون کس اگر مثل درس های آنلاینی شاید شود، درس های آنلاین، یعنی اون کس سوال داشته باشد مستقیما سوال میدهد و اگر دانیم جواب میدیم، اگر ندانیم میگیم حاضرش هم در درجه نرسیدیم. سلامت باشین. یک جوان تشکر برای دستگیریتون. خب خیلی که گفتیم نمبر یعنی شماره، رقم و A و N اینها ارتیکل هستند. در زبان تاجیکی و روسی نیز اینها رو ارتیکل میگویند. در این باره من در یگان رولیکم معلومات میدهم. یک جان تشکر. رحمت اپای شهلا. خب شما میتوانید صحبت کردن گیرید با هم و ما دوام دادن میگیریم. شرح را یگان سخنی که مربوط به ما باشد ما جواب میدیم انشاءالله. خب A و N ارتیکل است، یعنی ارتیکل نامعینی. در زبان انگلیسی 3 ارتیکل است، A و N و the یا the. the در حالت تلفظ می شود که the بعد از the همصدا آید. مثلا the pen. اما در حالتی که بعد از the صداناک آید واول، پس the تلفظ می شود، the. چخیلی گفتیم در زبان انگلیسی 3 ارتیکل است. تشکر زیاد دسترخوان زیبا. تشکر. همین کانال دستگیری کنید اپا جان پیش رود. تشکر دسترخوان زیبا. چخیلی گفتیم 3 ارتیکل است، یعنی A و N و the. دیگر ارتیکل در زبان انگلیسی وجود ندارد، یعنی 2 تاش ارتیکل نامعینی است، A و N و the ارتیکل معینی است.
plurals یعنی شکل جمع رو میگوین. plurals شکل جمع یعنی شکل جمعی اسمها. و دویم موضوع این کتاب بی یعنی همون verb to be رو در نظر دارن. verb to be یعنی فعلی بودن. در زبان تاجیکی فعلی بودن ترجمه شده است. subject pronouns جانشین های فاعلی رو میگویند. subject pronouns جانشین های فاعلی. البته در بعض حالات personal pronouns نیز میگویند. personal pronouns اگر آمد ترجمه میکنیم میگیم که جانشین های شخصی. اما subject pronouns آمد ترجمه میکنیم جانشین های فاعلی. و در اینجا میگوید use your English units 1 to یعنی زبان انگلیسی خود رو استفاده برید به معنای یعنی مشق کنید، تمرین کنید، کار کنید. یونیت گفته قسمت رو میگویند. قسمت، بخش، باب. در اینجا یونیتس آمده است شکل جمع یعنی قسمت های 1 و 2 رو در نظر دارد. در قسمت های در این قسمت ها خب دوستان گرامی اینجا 1 2 در اینجا use your English قسمت های 1 2 آمد. همین 1 2 بالا رو در نظر دارد. و قسمت سوم جانشین های اشاراتی هستند. جانشین های اشاراتی در زبان انگلیسی demonstrative pronouns میگویند. demonstrative pronouns جانشین های اشاراتی. this, that, these, those یعنی this این می شود، that آن می شود برای دور، this برای نزدیک، that برای دور، these برای نزدیک شکل جمع، those برای دور شکل جمع. یعنی دوتا شکل تنها و دوتا دیگر شکل جمع. prepositions of place یعنی جانشین های مکانی مثل in, on, behind, in front of مثل همین ها جانشین های مکانی. there is, there are معنیشون به زبان تاجیکی می شود اونجا هست یا وجود دارد یا هست یعنی برای شکل تنها. there are برای شکل جمع یعنی هست اونجا هست. اگر are is پیش از there آید پس به معنای سوال است. یعنی is there a book آیا در اونجا کتابی هست یا که اونجا کتابی هست. یا مثلا are there sunglasses می شود که آیا اونجا عینکی آفتابی هست. sunglasses عینکی آفتابی. خب در اینجا use your English units 3-5 یعنی همین 3 4 5 که آمد در اینجا یک امتحانچه یا یک تست می آید که اون را باید هر یک کس کار کند و سویه دانش خود را تا این قسمت پنجم چی آموخته است بفهمد. possessive adjectives یعنی صفت های ملکی. از روی معنای کلمه ها صفت های ملکی می شود. اما در گراماتیک از زبان تاجیکی این جانشین های صاحبی ترجمه شده است. جانشین های صاحبی. possessive s یعنی s ملکیت. s ملکیت معنایش apostrophe s یعنی s در نامه های انسان ها می چسبد و معنای ملکیت را دارد. مثلا میگیم this book Peter's book. this book Peter's book یعنی Peter's وقتی در نام میچسبد معنیش از آنی پتر است. خب در این قسمت هشتم درباره have got یعنی داشتن
داشتن، صاحب بودن می آید. و کن معنیش توانستن. بصیر 91 بصیر تشکر زیاد برادر برای لایک و مهمان شدنتون. سلام بار دیگر. کن یعنی توانستن می شود. و باز در باره چی هست داریم؟ در باره imperatives معنیش شکل امر، صیغه امر، یعنی امر کردن، فرمان دادن. مثل اینکه open the door یعنی در رو بکشو، یا open the windows تیرزه ها رو بکشو. present simple و اینچنین درباره زمانی حاضره ساده سخن می رود. بصیر 91 خوش باشید، برای دستگیری همه وقت هستیم انشاءالله. سلامت باشین، تشکر زیاد. بصیر 91 در بالا اعلان کردیم و بار دیگر برای آدمایی که نو پیوست شدن میگوییم که ما یک تصمیم میگرفتیم مثل ویدیو درس های آنلاینی یا اینکه افیرهایی که در اون آموزش زبان انگلیسی برای مانده ایم، یعنی به شکل آنلاین مستقیما کسی که یگان جور نمیفهمد میتواند نویسد که این چی معنی دارد و چی خیلی تلفظ کرده می شود به همین طرز. و کسانی که در این افیر قرار دارن میتواند بین خود صحبت کردن گیرن. البته اگر نیاز به زبان انگلیسی هم نداشته باشه میتوانند صحبت کردن گیرن. فقط کسانی که نیاز به زبان انگلیسی دارن اونها میتوانند یگان سوال نویسن یا ما رو اصلاح کنند. بصیر 91 رحمت، دسترخوانی زیبا، بهترین کار کردید، بردباری ها خواهانیم. سلامت باشین، تشکر زیاد. خب در این کتاب در قسمت 12 همچنین درباره have و has صحبت می رود. یعنی have داشتن، has نیز داشتن می شود، اما have با همراهی جانشین های شخصی I, you, we, they می آید و has همراهی جانشین های he, she, it می آید. خب در قسمت 13 هم prepositions of time، یعنی در اینجا گفتیم prepositions of place یعنی جانشین های مکانی. چند زبان میدونید؟ در سرخوان زیبا سوالتون با کی بود؟ با بصیر 91 بود یا با نفر دیگر؟ خب prepositions of place گفتیم جانشین های مکانی. در اینجا prepositions of time when می آید، یعنی جانشین های وقتی یا زمانی و یک ویرگول آمده است، یعنی when کی می شود، کی به معنای کی کدام وقت. questions words یعنی کلمه های سوالی. در سرخوان زیبا با بصیر 91 نفهمه. خب question words یعنی کلمه های سوالی. کلمه های سوالی به مانند مثلا what, when, who, how، همین ها همش کلمه های سوالی هستند. خب در قسمت 15 هم بصیر 91 دانشگاه را اول به زبان انگلیسی ختم کردم، بعدتر خودآموزی. ماشاءالله بهترین. پس در نزد شما بصیر 91 ما شرمنده ایم که یعنی زبان انگلیسی رو برای نو یادگیران اینجا آغاز نمودیم. خب با هر حال خیلی خوشحالم که مثل شما برین زباندان در بین ما هست و خواهش میکنیم اگر کجایی که ما خطا کردیم ما از یکم کس خفه نمیشیم، برعکس خوشحال میشیم، یعنی خطاگی ما را اصلاح کنید. خواهش.
تأثیر 91 انگلیسی روسی ازبکی و البته چی خیلی میگن بهترین. به هر حال انسان بکاملی نمیشود، یعنی خواهش یک جایی را که خطا کرده میتوانید در اینجا نویسید که این کلمه طرز خواندنش این چنین است یا که ترجمه رو خطا گفتید. بازم بسیر 91 بازم تکراری ضرر ندارد. بله، تکرار مادر دانش گفتن. قسمت 15 present continuous یعنی زمانی حاضره دوامدار. سلام تجه کلیاب، خوش آمدین. نه برای من یک کسی خلل نرسونده است. من هم کامنتر رو میخونم هم یعنی دوام داده استادیم، یعنی میتوانید شما بین هم صحبت کردن گیرین و ما اینجا رفتن میگیریم. قسمت 15 present continuous یعنی زمانی حاضره دوامدار. این در زبان انگلیسی هم زمانی حاضره ساده است، مثل I read a book every day و every week, every Monday, every Friday، چخیلی که از روی عادت باشد. سلامت باشین. خوب شما صحبت کردن گرین. الان من کامنت‌های شما رو نمیخونم، کدومش که به من دخل داشته باشد میخونم، کدومش به من دخل نداشته باشد پس نمیخونم. شما بین خود صحبت کردن گرین اگر خواهید. خب قسمت 15 present continuous یعنی زمانی حاضره دوامدار. چخیلی گفتیم در زبان انگلیسی 12 زمان است و در این کتاب فکر میکنم فقط دو زمان رو ما میآموزیم، یکی present simple و دیگری present continuous. خب و در اخیر در اینجا گرامر رفرنس میاد و word list. درباره گراماتیک صحبت میرود و درباره کلمه هایی که در همین کتاب آمد. یعنی این بود یک مختصرا یک به شکل فشرده درباره محتوای این کتاب، یعنی که در این کتاب چی چیزها جایگیر شده است و یا که چی چیزها آموخته می شوند. خب در اینجا میگوید I am Zoe, this is my parrot Corky. یعنی من زوی هستم، این توتی من کورکی است. و توتی در اینجا نشسته است، یعنی نام توتی کورکی بوده است، یعنی کورکی نام توتی است و پارات توتی می شود. خب در اینجا توتی میگوید hello یعنی سلام. دیگر سببش رو در اینجا ذکر نکرده است که این مثال گفت زوی سلام نگفته، گفت که من زوی هستم، این پرنده این توتی من است، نامش کورکی. دیگری توتی نمیدونم برای ما سلام گفته است در اینجا که برای زوی. خب با هر حال در اینجا معنیش سلام است. Welcome to grammar time یعنی welcome خوش آمد گفتن رو میگن، خوش آمدید. to با می شود، grammar دستور زبان، time وقت زمان، یعنی خوش آمدید با زمانی گراماتیک یا زمانی دستور زبان. خب در اینجا میگوید I am deaf یعنی من deaf هستم، نامش. خب and I am brain, we are all friends یعنی و من brain هستم، we are all friends ما همه دوستان هستیم. یعنی در زبان تاجیکی ما همه دوستان نمیگوییم، در ترجمه میگوییم ما همه دوست هستیم، یعنی ما همه دوست هستیم. همون همه علاقه معنای شکل جمع کلمه دوست رو میدهد در زبان تاجیکی، اما در زبان انگلیسی یعنی اسم میارن، به خاطر در اینجا علاقه دوک هست، یعنی
دیو و برین. خب محمد دوست هستیم. در اینجا the alphabet the alphabet the alphabet یعنی الف با می شود. S is for corky. C معذرت C is for corky. اینجا توتی گفته است که C is for corky یعنی C حرف C برای کورکی است. شاید با اون خاطر C for corky گفته است که یعنی نامش با حرف C آغاز می یابد. C is for corky حرف C برای کورکی است. خب این الفبا است دیگر. این الفبا رو همتون میدونین. خب یک بار میخونیمش. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. البته این حرف هم زد نام دارد و هم زی نام دارد. در لهجه در لهجه آمریکایی زید میگویند و در بریتانیایی این رو زد میگویند. خب numbers یعنی رقم ها. رقم ها خب در اینجا تا رقم 20 آمده است. رقم 3 در دستی زوی هست و در اینجا دیو نشسته است. خب این رقم ها هم فکر میکنم همتون اینها رو میدونید. خب یک بار میخونیم. اونجا خطاگی باشد باز انشالله نفرایی هستن که اصلاح میکنند. خب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. خب یعنی اینها بودن رقم ها. دیگر به تاجیکی هم ترجمه شامل نمیشد به خاطر که در بالای هر یک کلمه همون رقمی که به این دلالت میکند نوشته شده است. خب خوش آمدین مولوی تیوی. رحمت برای آمدنتان. خب در اینجا میگوید write the first letter and find the name of the animal. میگوید حرف یکم را در اینجا نویس و find the name of the animal و بیاب جستجو کن نامی اون حیوان را. خب در اینجا حرفی جی می آید. علاقه آورده است جی، اما در وقت خواندن گی خوانده می شود. گاریلا همین حیوانی یعنی یک نوع میمون رو گاریلا میگویند. البته میمون خودش مانکی می شود. مانکی یک نوعش گاریلا. اما ترجمهش رو در زبان تاجیکی نمیدونم در زبان تاجیکی چی میگویند. خب اون کسی اگر از شما داند میتواند در اینجا نویسد. گاریلا یک نوع میمون. خب در اینجا آی می آید. آی یعنی اینسکت حشرات رو میگویند. در اینجا از جمله حشرات شاید همین زنبور در آید یا نه. خب آزر یه دقیقه. بله از جمله حشرات همین زنبور می در آید.
خب رقم 3 rabbit r میاد در اینجا rabbit خرگوش رو میگوین، یعنی خرگوش rabbit میشود. خب در اینجا alligator a میاد alligator یعنی تیمساح. و در اینجا حرفی ف میآید، ف یعنی فیش ماهی می شود، فیش ماهی. و در اینجا نیز حرفی ف میآید، فاکس یعنی روباه می شود. و هفتم یعنی اخیراً elephant ای میآید، elephant یعنی فیل می شود. خب the animal is a gorilla، یعنی همینه که در اینجا در یکم بود، همین رو باز در اینجا آورده است، گوریلا. خب گوریلا. write, draw and find the number، یعنی بنویس، draw خط بکش. draw هم به معنای خط کشیدن می آید، هم به معنای رسم کشیدن می آید. and find the number و رقم رو بیاب، جستجو کن. یعنی مثلا خط بکش. خب یک لحظه. بله، یعنی خط بکش رو به معنای نوشتن بیاید، یعنی write, draw یعنی هم خط بکش هم بنویس در اینجا. یعنی در اینجا 6 نقطه‌چه یا دایره‌چه آمده است، در اینجا خودش الکی نوشته است 6. و در اینجا 2 تا است، میتونیم در اینجا 2 نویسیم. البته این برنامه‌ای که این کتابی که در دست ما است این PDF است، در این نوشته نمی شود. بنابراین اگر کسی نفهمد که با کدام حرف شروع شده است یا چه خیلی نوشته می شود، میتونیم شاید در کامنتر جواب دیم یا که با حرفکی میتونیم بگوییم. بهترین کانال دارید ادمین برای نوآموزان پیش رحمت دسترخوان زیبا. تشکر زیاد برای دستگیری، برای تشویق. کانال شما هم خیلی کانال خوب است، کانال پخت و پز، کانال یک کس میدارد یاد میگیرد. یعنی دسترخوان زیبا نوشته که در یوتیوب نام کانال تو نمی نویسیم، نمی برد کی رو در نظر دارید، ما رو یا که یکم کسی دیگه باشد. اگر ما رو در نظر داشته باشید خواهش میکنیم یعنی همونجا یک کلمه دنیا نویسید یا دنیای انگلیسی شما رو در نظر داریم نویسید، و فکرم میبراید. فهم. خوب فهم. خب در اینجا 2 دایره‌چه و 2 نقطه‌چه آمده است، پس در اینجا کلمه تو یا رقم تو نوشته می شود. رقم تو اما با حرفکی، یعنی با حرف. خب در اینجا 5 یعنی 5، در اینجا 7 یعنی 7 و در اینجا علامتی سوال است. نمیدونم در ویدیو دیار هست نیست. علامت سوال است یعنی جمعش چند می شود معنیش. خب یعنی 6 همراه 2 8 همراه 5 13 همراه 7 می شود 20. در اینجا 20 است و در اینجا می توانیم 20 نویسیم. 20. خب تمرین سوم یعنی میگن read the code and find the secret phrase یا فراز. یعنی میگه بخوان این رمزها را، رمز را البته به شکل مفرد آمده، یعنی به شکل تنها کاد جمع می شود، به خاطر که در اینجا رمزها زیاد هستند.
خب با شکل تنها آورده است. بخوان رمز را و بیاب سری این عباره ها را. بیاب سری این عباره ها را. خب این یک مثل یک سوال و جواب است یا مثل یک چیستان گوییم یا معما گوییم، نمیدونم این را چی ترجمه کنیم. خب مثلا در اینجا 7 آمده است. 7 در زیر همین 7 کدام حرف است؟ آن همون رو نوشتن در کار. یعنی یک تاش رو کار میکنیم، باقی مانده‌اش رو شما میتوانید خود کار کنید. بخاطر همه اینها رقم است، نه اون کلمه نو نیستن که ترجمه کنیم. و کسانی که این کتاب رو ندارن میتونن در یوتیوب در گوگل نویسین New Grammar Time 1 SB، نمیدونم در اینجا دیار هست نیست، SB PDF میبروید. اگر کسی نداشته باشد میتواند در کامنتر نویسد یا نمیدونم ایمیلش رو نویسد، در ایمیلش روی میکنیم. یا کسی که نداشت خواهد که در کامنتر یا چی میگن ذکر پیدا کنیم، در اونجا هم میگذاریم این رو. خب 7 نگاه میکنیم، حرفی رقمی 7 در کجا است؟ او در اینجا است. 7. پس 7 حرفی H است. H در اینجا H میمونیم. H 1 A هست. A می نویسیم در اینجا. خب 15 یعنی 15. رقم 15 V است. خب نام‌های کتاب ها رو بسیر نوادیان نام‌های کتاب رو در تگ کامنت نویسید. خب نصیب نام کتاب رو در زیر همین ویدیو می نویسم و اگر شود همون پیوند کتاب رو یا سیلکای کتاب رو گوییم میگذاریم. تشکر زیاد. خب 15 یعنی همون در 15 یعنی در 15 و است و در 5 چند است؟ ای است. در 5 ای است. مادر تیجه سلام علیکم. و علیکم السلام. خوش آمدین. رحمت برای مهمان شدنتان. خب چخیلی گفتیم در اینجا H A V و E، پس می شود have. همین رقم ها رو نگاه میکنید و با اینجا می روید. مثلا 6 رو بگیم 6 F است. F رو در اینجا می نویسید. همین خیلی هر رقم رو نگاه کرده در پیش از اون رقم چی نوشته شده است اون رو در زیر این رقم هایی که با حرف نوشته شدن در زیر این می نویسید. ادمین ولاگ سپرم و ادمین شما در کجا زندگی میکنید؟ من در ترکیه زندگی میکنم. علیکم سلام، خوش آمدید. در ترکیه. خب در کجا رسیدیم؟ بسیر 91 دسترخوان زیبا چی اسراری هست؟ با جای ادمین جواب گفتید. خیشینج راستی من ندیدم اصلا من چی جواب دادن. خب من همه کامنتری رو نخوندستم. خب کجا شد؟ بسیر 91 نوشتن که دسترخوان زیبا چی اسراری هست و جای ادمین جواب تستین خیشن چی همون رو یعنی چی رو جواب داده است من ندیدم راستی. خب نمیدونم شاید دستگیری میکند، یعنی ما نیز در یک چند افیر گفتیم کانال شما کانال خوب است، یعنی دستگیری کردیم در افیر هاش هم میدرویم
شاید به همین خاطر ما رو نیست دستگیری کنید. دسترخوان زیبا همش خوش آمده. چه؟ همه را خوش آمده دارن. فهمو. خب دیگه که من در همه کانال ها دستگیری میکنم. راستی ما در افیرهای دسترخوان زیبا زیاد اشتراک میکنیم. شاید همین جهت وقتی میبینن که ما مشغول ترجمه بعضی کلمه ها یا که درس دادن هستیم، از همین جهت شاید که به جای ما مردم رو خوش آمدید گفته ایستادن. من در همه کانال هست. خب دوستان گرامی، این رو فهمان شد و بسیر 91 راست دستگیری بیاد اولی زیبا چخه دسترخوان زیبا دستگیری کنیم خوب میشه. دپا جان تشکر. دسترخوان زیبا ولوگ سوپرمن مادر ترجمه. خب این با من دخل ندارد. بهترین راست. خب دوستان گرامی، شما صحبت کردن ببینید کدام کامنتری که با ما دخل داشته باشد ادمین نویسید یا که دنیای زبان نویسید، اون جواب میدیم. خب یونیتی یکم یا یونیت 1 قسمت یکم در اینجا در مشق یکمش آمده است که draft lines and match، یعنی خط بکش. لاین خودش خط می شود، دراف خط کشیدن می شود. خط بکش و پیوست کن. یعنی مثلا در اینجا چقدر که می بینیم، یک لحظه فهمو. خب در اینجا در بدنی اگر دیدسته باشین A هست و در اینجا N هست. ارتیکلی نامعینی، ما گفتیم که ارتیکلی معینی هست در زبان انگلیسی و ارتیکلی نامعینی و ارتیکلی معینی است. مثلا در اینجا cat در ارتیکلی نامعینی A میآید. به کدام خاطر؟ به خاطر که cat با همصدا شروع می شود، با کانسوننت. اما کدام کلمه که با واول شروع می شود، آغاز می یابد، واول یعنی صدانک، پس n می گیرد. یعنی ارتیکل نامعینی a پیش از همصدا می آید و ارتیکل نامعینی n پیش از صدانک می آید. خب یکون میگم نادرستی یا که یکون اشتباه از جانب ما سر زده کرد، اینجا نویسید خوب میشود. تو که در وقتی گفتن بعضی وقت انسان خطا هم میکند. خب پس ایگوانا این در ارتیکل نامعینی n میآید. پس اینجا خط میکشیم با ها، انا این رو میاریم n ایگوانا یعنی اون سوسمار، یعنی از کلاس کمتر کلانتر. بله ما هم بسیر 91 کوشش کرده استیدم که یعنی همین کارهایی که میکنیم، یعنی ویدیو درسایی که ثبت میکنیم نفر از تاجیکان شاید میبینن یا میخونن یا گوش میکنن و این زبان رو میآموزن. ما هم یک سهم خود رو در پیشرفت ملت و جامعه میگذاریم. یعنی شرط نیست تاجیک دویم در استرویکا کار کند یا در ساختمان کار کند یا در دیگر. البته زبان هم یک نوع پیشروی ملت و جامعه به حساب می رود. وقتی زبان رو داند شاید یک کار بهتر یابد در آینده. دنیای در یوتیوب خیلی کلان هست، به همه می رسد انشالله. دنیای دریای یوتیوب خیلی کلان است انشالله. راستی بسیر 91 این سوال بود یا پیشنهاد داشته بود، نفهمیدم. اگر به من ربط داشته باشد میتوانید بار دیگر تکرار کنید. مهم آن است که از وحدش برایم، هرچند منم نوشاگردم ولی حرکت. خب موفقیت برای همه شما خواهانم.
همیشه مؤید سربلند باشین. خب استریچ در اینجا ان میگیرد. ان استریچ، به خاطر که در اینجا با صداناک آغاز یافته است. صداناک. ویندو میگیرد به خاطر که با همصدا آغاز یافته است. استریچ شترمرغ. ترجمه کردیم نکردیم چرا کت گربه. ویندو تیرزه. فراگ قورباغه. فراگ افراگ می شود. افراگ یعنی یک قورباغه یا قورباغه. زبرا میگیرد یعنی ازبرا گورخر می شود ترجمهش. اپل می شود. ان اپل یعنی سیب یا یک دانه سیب. کایت فهمو بصیر 91 منظور شما رو فهمیدم. همه تان یا همه موفق و مؤید و سربلند باشیم. خب در اینجا کایت آمده است. کایت یعنی همون بادبادک. در فرهنگ ها بادبادک میگوید این را. اگر کسی نفهمد بادبادک چی است، همون کلیانکا یا یک شکل چالکنجه است که از کلیانکا عبارت است. در زمان خردسالیمان بازی میکردیم یا اینی حالا هم باشد بعضی کودکان با این بازی میکنند. یک نمود بازیچه هم گویه میشود، یعنی بادبادک یک نمود بازیچه. پس کایت میگیرد. کایت بادبادک. elephant ان میگیرد یعنی an elephant یعنی یک فیل یک فیله. an umbrella یعنی چتر. امبرلا چتر می شود. چتر سویابان. خب در زبان ترکی با چتر معروف و مشهور است یا با روسی زانتیک. یعنی در اینجا موضوع درباره ارتیکل ها بود، یعنی ارتیکل نامعینی ا و ان. ارتیکل معنایش یک چیزی نامعین رو در نظر دارد و در ترجمه معنای یک دانه رو میدهد. یک دانه یا دانه. مثلا اگر زبر گفتیم میشود یک گورخر یا گورخره. اگر در بین جمله آمد گورخره میشود ترجمه کرد. یا an apple یعنی یک دانه سیب یا که an apple یعنی سیبه. خب look and write a or n. در اینجا همون ارتیکل های نامعینی ا و ان رو میگوید بنویس، یعنی دو تاش رو خودش نوشته است. البته چخیلی گفتیم ا پیش از همصدا می آید، ان پیش از صداناک می آید. a friend دوسته، یک دوست. an egg یعنی تخم، یک دانه تخم یا تخمه. an octopus می شود اخطبوط یا هشتپا. با فیلم هشتپا می شود در زبان ترکی. a pen یعنی قلم یا همون روچکا از زبان روسی است. دیگر در زبان ما نیز روچکا استفاده می شود. خب روچکا ترجمه میکنیم. a pen روچکا. خب a rubber
A rubber خطکرکنک می شود. در دستی 8 پا است یا که در پاش بیم a rubber. در اینجا n میاد. an alligator an alligator an alligator an alligator an alligator an alligator تیمساح می شود. خب در اینجا است تیمساح. خب an elephant an elephant an elephant an elephant an elephant فیل می شود. فیل یک دونه فیل. a teacher a teacher a teacher یعنی آموزگار معلم. a bag a bag a bag یعنی جزدان یا به زبان روسی سمکه. a cat a cat a cat گربه. خب اینجا است گربه می شود. خب مشق سوم از قسمت یکم write میگه بنویس. write نوشتن می شود بنویس. a bag 3 bags یعنی شکل جمع رو در اینجا می نویسیم به خاطر که در اینجا a bag یک دانه سمکه می شود اما در اینجا 3 که آمد علاقه جمع می شود یعنی همون کلمه به شکل جمع می آید. a bag یک دانه سمکه 3 bags 3 دانه سمکه. a cake یک دانه تورت 4 cakes 4 دانه تورت. a boy یک پسر بچه 6 boys 6 پسر بچه. a frog یک دانه قورباغه 10 frogs 10 دانه قورباغه 10 قورباغه. an apple یک دانه سیب 20 apples 20 دانه سیب. خب خیلی که دیده ایستاده اید اگر اهمیت داده باشید در اینجا ارتیکلی نامعینی a و n فقط در شکل تنهای کلمه می آید. در شکل جمع کلمه هرگز نمی آید. an apple 20 apples 20 دانه سیب. a girl یعنی یک دخترچه یا یک دختر 7 girls یعنی 7 دختر. a bee یعنی زنبور یک دانه زنبور 20 bees 20 دانه زنبور یا 20 زنبور. 20 bees آمده است یعنی bees علاقه شکل جمع شد یعنی در زبان تاجیکی وقتی ترجمه میکنیم 20 زنبور میگیم اما در زبان انگلیسی 20 bees یعنی 20 زنبورها میشود. این خیلی دسترخان تجریج که سلام خوش آمدین تشکر که آمدین. a window یعنی یک تیرزه a window یک تیرزه 9 windows یعنی 9 تیرزه. خب در اینجا چی گفتنی بودیم 9 windows یعنی 9 تیرزه. window تیرزه می شود پنجره windows تیرزه ها می شود اما گاه windows به معنای برنامه نرم افزاری کامپیوتری می آید یعنی یک برنامه اساسی کامپیوتری است. سربلند باشین. تشکر زیاد دسترخان تجریج کی. خب a ball یعنی توپ 5 balls a ball در اینجا اهمیت داشته باشه a ball است اما بال خواندیم به خاطر چی در این باره یک درسی مخصوص هست اون رو نیز خواهیم گذاشت خدا خواهد. پیش از حرف دو ال او خوانده می شود. حرف A پیش از دو حرف ال او خوانده می شود. A ball 5 balls an eye چشم یا یک دونه چشم یا چشم
two eyes, two eyes, two eyes یعنی دو چشم. خب در اینجا درباره ارتیکل نامعینی گفتیم و در اینجا هم درباره ارتیکل نامعینی است و هم درباره شکل جمعی اسمها. درباره شکل جمعی اسمها. تشکر بصیر 91 دسترخوان زیبا رو گفتین از تنی ما جواب داده با فیلم برآمد یا که نمیدونم کجا شد ترسید. خب به هر حال A و N ارتیکل های نامعینی هستند در زبان انگلیسی و ES شکل جمع است. پلورال شکل جمع می شود. S پلورال یعنی پلورال شکل های جمع ها اگر ترجمه کنیم یا شکل جمع ها. سلامت باشین. تشکر زیاد برای دستگیری. شما همه خیلی خوش آمدید گفتم بگیرید. شاید بعد 15 دقیقه باز یکون نفر دیگه شما رو گوید که یکون خشتبارش میشوید. خب شوخی میکنیم. خب در اینجا درباره ارتیکل نامعینی و شکل جمع در زبانی انگلیسی صحبت میکنیم. A baby, a baby, a baby یعنی یک کودک می شود. بیبی گفته کودک معده را میگویند. البته کودک children نیز می شود. children اما بیبی گفته کودک نوزاد را میگویند. اگر نوزاد نیز ترجمه کنیم خطا نمیکنیم. نوزاد یا کودک یا طفل. A baby یک طفل یک نوزاد. Two babies در بصیر 91 در دایره خشتبار قرار داریم. هممون در شبکه اجتماعی. بله همه خشتبار هستیم. تشکر زیاد. Two babies یعنی دو نوزاد یا دو طفل. البته در اینجا شکل کلمه بیبی تغییر یافت. فکر میکنم در آخر این صحیفه هست. بله اینجا طرز قاعدهش هست میگیریم. رسم دوم a box بصیر 91 همیشه از حال و احوال یکدیگر پرسانیم. رحمت مادر تیجه رحمت معلمی عزیز کودکام تماشا دارم. باور کنید از این خوشحالی دیگر ندارم که وقتی که درسی مورد یک کس تماشا میکند یا که یک نفر یک چیز یاد میگیرد. خاصتا خردسالان یعنی درس ما برای خردسالان هستند برای نورسان. خیلی خوشحال شدم که زحمت هایی که کشیده هستیم یعنی یک بفایده نیستن. البته شاید بعضی ها فکر میکنن که برای مانیتیزاسیون یا دیگر نه. اما همین درس دادن رو شوق دارم یا بگم زبان ها را آموختنش شوق دارم. هم خود می آموزم و هم دیگران رو میخوام که بآموزانم. به من خاطر رحمت که تماشا دارن فرزندتون. تشکر زیاد بصیر 91 با شما نیز. منم در بالا ذکر کردم فرزندان در پیش اکران تماشا دارن. سلامت باشین. خیلی خوشحال شدم. و انشالله اگر یک نفر هم باشد من آماده هستم که هر بگاه همین خبرمو افیر کنم. یک نفر هم برای من کفایه است که یک چی آموزه. بصیر 91 احسن آفرین برکت با کسب و کارتان. تشکر زیاد. رحمت. خب در این رسم دیگه میگه a box و 5 boxes یعنی
5 قوطی. در اینجا 1 قوطی ترجمه میکنیم و در اینجا 5 قوطی. یا با زبان روسی مثلا коробка میگیم. بصیر 91 آفرین منظوری ما رو فهمیدید. بصیر 91 منظوری ما رو فهمیدید گفتید، یعنی منظور شما همون فرزنداتون یعنی آموخته ایستادن همون رو اگر در نظر داشته باشید. بله فهمیدم. دسترخوان زیبا بهترین کارو میکنید. ادمین برای نوآموزان خوب میشود. رحمت دسترخوان زیبا، تشکر زیاد. مادر تیجه هر بگاه بسیار خوب، من هم دوست میدارم زبان آموزم. خوب کوشش میکنیم، انشالله کوشش میکنیم که هر بگاه به قدر امکان شاید 1 ساعت یا 1.5 ساعت یعنی افیر کنیم، هم برای صحبت کردن هم برای درسی آنلاینی که یک نفر گوش میکند یاد میگیرد. و از 1 ساعت یا 1.5 ساعت اگر زیاد شد فکر میکنم خسته کننده میشود. همین قدرش هم کفایت است و همین صحیفه رو میگیریم، انشالله افیر رو به پایان میرسونیم. خب یک وقتی معین باشد خیلی خوب میشود. بصیر 91 نوشته که یک وقتی معین باشد خیلی خوب میشود. خوب یک وقتی معین برای ما اشکالی ندارد، یعنی عین زمان در جای ما ساعت 10 هست، 10:03. یعنی من از ساعت 8 این جانب میتوانم تا ساعت 11 وقت دارم. یعنی اگر ساعت 9 برای شما موافق باشد پس میتوانیم از فردا ساعت های 9 هر بگاه از همین کتاب را ما افیر کنیم. اگر 9 موافق باشید نویسید، یا اگر موافق نباشید هر ساعتی که انتخاب کنید از ساعت 10 از ساعت 9 تا ساعت 8 ساعت 8 فکر میکنیم در رمضان موافق نمی آید، به خاطر که در جای ما رمضان 7:40 به فکر میشکنند، یا 7:40 است یا 7:43 است عین زمان، شاید باز 7:45 تا 8 رود. بصیر 91 در ما نیز ساعت 10 3 به وقت مسکو، ما با حاضر 12 مادر تیجه. بله برای تاجیکستان کم ترک دیرتر است، یعنی مردم علاقه وقتی خواب است، اما ساعت 8:40 گفتیم وقتی روزه شکوهی است. اگر پیش از روزه کشویی باشد یا بعد از روزه کشویی باشد فکر میکنم خیلی خوب میشود. برای من از ساعت 9 این جانب قلای است، یعنی 9 10 یعنی حاضر 10 است، یعنی کسی در کدام کشوری باشد میتواند مقایسه کند. حاضر در اینجا 10 است، 10:05 شد، یعنی از ساعت 9 10 11 میتونم افیر کنیم، در خدمت باشیم. اما با وقتی تاجیکستان به فکرم که مردم علاقه خوب هستن، نمیدونم برای مادر تیجی مناسب هست نیست ساعت 9، یعنی این زمان ساعت 10 هست. در جای شما نمیدونم ساعت چند است. افیری منده بودین دستگیری کردین، رحمت ادمین سلامت باشین. من همین نگاه میکنم کسی که افیر داشته باشد به قدر امکان میدرایم دستگیری میکنیم، خواب با لایک باشد خواب با حضور داشتن باشد، یعنی دستگیری میکنیم. خب من از ساعت 9 آماده هستم، انشالله ساعت 9 10 11 اگر موافق باشه فردا ساعت 9 شروع کنیم. هر روزه رو ما نیز پیشگویی کرده نمیتونیم. بله بصیر 91 هر روزه رو ما نیز پیشگویی کرده نمیتونیم. بله خوب همون ساعت 9 دوام میتیم.
ساعتی 9. اگر کسی نتوانست خوب دیگر افیرها در یوتیوب ذخیره میشوند، ثبت میشوند، یعنی با زبان روسی سخرانید میشوند. میتوانند باز یعنی کسانی که حضور نکردن از روی نوار دوام دهند. خب رسمی 3 a glass بسیر 91 زنگوله هست. نصیب خبر میشه. خب تشکر زیاد برای زنگوله رو گذاشتن. a glass یعنی اصلا گلاس خودش شیشه میشود، شیشه، اما در اینجا به معنای استکان آمده است. گلاس شیشه و استکان. two glasses یعنی دو شیشه میتونیم ترجمه کنیم یا دو استکان. البته در جمله معلوم میشود از روی رفتی جمله. و glasses به معنای عینک نیز میآید. عینک یعنی اچکی. و اگر پیش از glasses یک sun گذاریم sunglasses میشود، عینک آفتابی میشود. رسم 4 a tomato. a tomato یعنی پامیدور. پامیدور اصلا زبان روسی است، اما در فرهنگ استاد سلیمانی، اگر این فرهنگ رو کسی داشته باشد، در فرهنگ ایشون پامیدور هم پامیدور آمده است و هم فوتیلاجان. اما در بین تاجیکان فوتیلاجان فکر میکنم کسی نمیگوید، همون پامیدور مشهور است. a tomato پامیدور. 3 tomatoes یعنی 3 دانه پامیدور. خب میگذاریم در قاعده جمع در زبان انگلیسی. Look at the spelling rules on page 88. یعنی بینگر به طرز تلفظی بینگر با قاعده های طرز تلفظ در صفحه 88. یعنی اینها رو میگه اگر خواندن نتوانی میتوانی با صفحه 88 برای طرز خواندنشون در اونجا باز ادامه دهید. سینگولار گفته شکل تنها رو میگوین، پلورال گفته شکل جمع رو میگوین. A bus two buses یعنی یک اتوبوس، two buses دو اتوبوس. A glass یک دانه استکان، یک دانه شیشه، 3 glasses 3 دانه استکان. A brush در فرهنگ تاجیکی قلمو ترجمه شده است، اما فکر میکنم قلمو رو بسیاری ها نمیفهمند. شوتکا، براش شوتکا می شود. 4 brushes 4 دانه شوتکا یا 4 دانه قلم. A watch ساعت دستی رو میگوین. A watch. 5 watches یعنی 5 دانه ساعت. A box قطی. 6 boxes 6 دانه قطی. A tomato یک دانه پامیدور. 7 tomatoes 7 دانه پامیدور. البته در اینجا دیدید که یک نمود جمع همین است که ES میگیرد. ES در کدام حالت ES میگیرد؟ هر کلمه ای که بلکه در اینجا با حرف سیاه با رنگ سیاه اشاره شده است، هر کلمه ای که با S دو تا S SH CH X O خاتمه میابند، پس شکل جمع آنها ES اضافه می شود. در شکل تنهای اونها ES اضافه می شود. Bus buses, glasses, brush brushes, watches, boxes, tomatoes. این یک نمود جمع بود. نمود دیگر a baby, a cherry گفته قلفینای را میگویم. قلفینای به زبان روسی کلوبنیک. قلفینای. شکل جمع دیگر در زبان انگلیسی این است که وقتی که هر کلمه ای که با y انجام می‌یابد و پیش از حرف y هم صدا است، پس شکل جمع اونها IES میگیرد. چخیل مثلا a baby یک نوزاد، یک طفل، two babies
to babies همین y حذف کرده می شود، پاک کرده می شود و در جای این ies اضافه می شود. ies. A baby to babies دو طفل، دو نوزاد. A cherry یک قلفینای یا یک کلوبنیک. 4 cherries 4 قلفینای. خب ما گفتیم پیش از حرفی y اگر همصدا آید، اما اگر صدا آید چی؟ مثل a boy a toy صدا مثلا y پیش از y صدا آمده است، در این حالت یک s عادی میگیرد. s مثلا a boy پسر بچه 10 boys 10 پسر بچه. A toy بازیچه 7 toys 7 بازیچه. خب 1 ساعت و 16 دقیقه شد. در همین جا افیر امروزه را به انجام میرسونیم تا که دراز نشود. چیزی که دراز شد بعد خسته کننده می شود دیگر. همون دانش آموزم شوقی خواندنش هم میپرد. خب دوستان گرامی، این بود درسی یکم از طریق افیر از کتاب نیو گرامر تایم برای نویادگیران. اگر رفته و در بین یگان چرا ما غلط ترجمه کرده باشیم یا غلط تلفظ کرده باشیم، از یک و یک شما خواهش میکنیم در زیر این نوار نویسید. بصیر نوادیگ این کتاب رو میتوانیم پیدا کنیم. بله این کتاب رو در گوگل نویسید New Grammar Time 1 SB، یعنی معنیش Student Book می شود. من در زیر این ویدیو هم نام کتاب رو میگذارم، هم سیلکه یا پیوندی همین کتاب رو نیز میگذارم خدا خواهد. یا میتونید از گوگل هم نیز پیدا کنید این کتاب رو، یا میتونید ایمیلتون رو نویسید، میتونم در ایمیل خودتون رو یکنم، یا در کامنتر میمونم چخیلی میگوین زکریپید میکنم و میتونید از اونجا این کتاب رو گیرید. خب یگان گفتنی، یگان پیشنهاد، یگان سوال ها باشد مرحمت میتونید نویسید. بصیر 91 یک جان تشکر با شما، یک جان تشکر با شما که ما رو دستگیری کردید و تا این مدت همراهی ما بودید. تشکر با شما. خب تشکر به همه آن کسانی که در افیر ما اشتراک کردن. بصیر 91 سوال نیست، همش ساده و فهمه. تشکر زیاد. تشکر بار دیگر به همه کسانی که تا حاضر در افیر ما بودند، اشتراک کردند. از همه شما منت داریم که ما رو دستگیری کردید و همراه ما بودید و خدا خواهد از فردا باز در خدمت شما هستیم. بصیر 91 موفقیت به شما نیز موفقیت خواهانم. برای هر یکی شما کامیابی، سربلندی خواهانم. همه کسا موفق و مؤید و سربلند باشین و اینجا افیر رو به انجام میرسونیم. خدا حافظ. شب بخیر دوستان.